دختر گلم، دوست داری غذا تو؟ ها؟ بخور عزیزم، بخور عزیزم. سارینا خانم گل، هیچ به فکر این بچه هستی؟ به آیندهش فکر کردی؟ چی بگم آجی؟ من که مشکل ندارم، اون زندگی رو ول کرده رفته. بگه نه، هم من زنمو دوست دارم، هم بچه‌مو دوست دارم، هم زندگیمو دوست دارم. میخوای برم باهاش صحبت کنم؟ فایده نداره آجی، شیدا خیلی عوض شده. تازه بعد 7 سال زندگی به دوستای دانشگاهش افتاده. به قول خودش میگه استقلال میخوام. بی انصافی نکن آقا بابک، هرچی باشه مادره. مادرم بچهش دوست داره. حتما تو هم یه خبط و گناهی کردی. میدونی حاجی، میدونی گناه من چیه؟ گناه من این که عاشق زن و بچه‌م. همین. مادر بودن این نیست که فقط بچه به دنیا بیاری. بله، مادر بودن لیاقت میخواد. همه کس نمیتونه مادر باشه. مادری هم که بچه‌شو ول کنه بره، خب دیگه. اما بابک جان، بالاخره هر مشکلی یک راهی داره. همچین سکه یه پولش کردم جلو منشی دفترش که تا عمر داره یادش نره. یه چکش زدم برق از ششاش پرید. تنهایی رفته بودی؟ نه، بچه هم بودن. البته بچه هم نبودن میزدم. آره خب، ولی خب اشتباه کردی. مگه من و تو تا حالا 100 بار دعوامون نشده؟ چرا؟ ولی شده تا حالا دستتو بشکنم؟ شده تا حالا بهت بگم از خونم برو بیرون؟ بچه منو میزنه، دست دختر منو میشکنه. خدا بیامرز مادرشون. همیشه میگفت پریدون نظر آب تو دل این بچه ها تکون بخوره. اون وقتی مرتی که میزنه دست دختر منو میشکنه. نمیدونم چی بگم. حالا مطمئنی اون زده؟ حرفا میزنی خانوم. سلام خانم. سلام آقا. متشکرم. سلام خالی جان، چطوری شما؟ بفرمایید در خدمت باشید. متشکرم. راستی آقا بابک، این برگر رو صبح یه مأمور آورد. من داشتم میرفتم مصاحبه برای کار، ازشون گرفتم. مأمور؟ بله. پس بالاخره کار خودشو کرد. خدا بزرگه، همه چی درست میشه. با اجازتون. همه چی درست میشه. شما فرمودین که برای مصاحبه کار تشریف میبرین؟ بله، دنبال کار میگردم. من به چند تا دوستانم میسپارم، اگه کار مناسبی چیزی بود پیدا کردم بهتون خبر میدم. متشکرم، ممنون. خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ شما. نکن دیگه، همش چند وقت بیشتر نیست. هر چند وقت باشه من خوشم نمیاد. ببین، خوشت بیاد نیاد من باید برم. بازم رفتی نشستی به حرفای اون احمق گوش دادی؟ چه ربطی داره سهیلا؟ بابک بنده خدا روحش هم خبر نداره. آره، روحش هم خبر نداره.
ببین خارج رفتن من به خودم ربط داره، نه به کسی دیگه. عقلتو میدی دست اون بابک، بعد میگی به خودم ربط داره؟ آره اصلا عقل دادم دست بابک. حالا تو چی میگی؟ من چی میگم؟ واقعا که متاسفم برات رضا. بله آقای سفرزاده به جا نیبردم هنوز. بله حالتون خوبه؟ در خدمتم جانم. من تا قبل از ظهر منزل هستم، اگه بفرستی ممنون میشم. خواهش میکنم. خداحافظ. آقا از اولش گفته باشم ساعت 8 صبح میام تا 7 بعد از ظهر، 1 دقیقه هم اضافه نمیمونم. فقط هم به بچه‌تون میرسم، کار به پخت و پز و رفت و روب ندارم. امیدوارم دخترتون خودش بتونه دستشویی بره. اگر هم فکر کردین که از صبح میام میشینم تا شب با دختر شما بازی میکنم، کاملا اشتباه کردین. ساعت 8 که اومدم دخترتون 8 تا 10 کارتون نگاه میکنه، 10 تا 12 میخوابه، 12 تا یکم ناهارشو میخوره، من براش دوباره قصه میگم تا اگر خواست بخوابه. چهار میریم با هم یه دوری میزنیم. حالا نظرتون راجع به من چیه؟ شما وقتی بچه‌تون پیش منه فکر میکنید که گذاشتید پیش مادرش، یعنی اینکه خیلی قابل اطمینانم. اینو میدونم که بچه روزی 9 ساعت باید بخوابه. تو اوقاتی هم که خوابه من میتونم به درسم برسم. میدونید درسم خیلی مشکله، آخه رشتم ریاضی فیزیکه. راستی گفتین اسم دخترتون چی بود؟ از شوهرم طلاق گرفتم، مهرمو حلال کردم و جونم آزاد. خودم موندم و 2 تا پسر، خرج خونه و 1000 کوفت زهر مار دیگه. اینا رو میگم نه که بخوام دلتون به رحم بیاد، نه اینکه بخوام منو استخدام کنید. دارم مشکلاتمو میگم، میخوام درکم کنید. قول میدم از بچه شما مثل دسته گل مراقبت کنم. فقط میدونید یه خواهشی، من یه پسر دارم اسمش آرشه، اگه بشه با خودم بیارمش. همسن و سال سارینو جونه، قول میدم اذیت نکنه. حالا بازم هرچی شما دستور بدین. راستیتش آقا ما یه جورایی از بچه‌تون خوشمون اومده، قیافش اینجوریه، خیلی بامزه است. آقا شما خیال تخت من خودم همه کار واسش میکنم، همون میبرمش، قصه برش میگم، باش بازی میکنم، میبرمش پارک. آخه میدونی آقا نیست بخورون بچه نریم، دلون پر میکشه واسه هرچی بچه. زهرا بچه خواهرام میگم، یه خاله تو از مامانم خیلی بهتری. قصه ما همین بود دیگه، ختم حرفام. حالا اگه اجازه بدید کنیزیشو میکنم. بله. نه آقا متاسفانه اصلا خوب نبود. عرض کردم خدمتتون که هیچ کدومش مناسب نبود. ممنونم. من هنوزم میگم آدمی نیست که بشه باش صحبت کرد. چجوری بگم؟ بابک جان پسرم، تو کارت نباشه، تو هم مثل مهدی هستی، بذار من کار خودم بکنم. خب حالا بو کجاست؟ بفرمایید این وری آجا. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. سلام دخترم، من محمدی هستم. آقای رحیمیان هستن؟ وقت قبلی داشتید؟ نه، قسمت من آورده اینجا. ببخشید فکر نمی کنم بپذیرن، ولی شما تشریف داشته باشین، من بهشون میگم. ببخشید از کجا تشریف آوردین؟ از همین شهر، دیار عاشقان، یادگار جنگم بابا. تشریف داشته باشین، من حالا میام خدمتتون. با اجازهتون. آقای رحیمیان
یه آقای تشریف آوردن، میگن که از یادگاریای جنگه. پول بخواد؟ ببین چقدر میخواد بده بره. آقای رحیمیان به ظاهرشون نمیان، ظاهری خیلی آراسته داره. هی بابا، این هم دست از سر ما بر نمیداره. بگو بیاد تو. نه صبر کن دختر. بگو بیاد تو که امروز بلیتمون برده. به بوی خیر و برکت اومد، بوی عشق و وطن. بفرمایید حاجی، بفرمایید که خیلی خوش اومدید، صفا بردید حاجی. 2 نسکافه چای. ما نسکافه هم بلدیم بخوریم آقای رحیمی. همون نسکافه بی زحمت. خب جانم حاج آقا، بفرمایید. برای کجا و چقدر؟ من قیمتم خیلی بالاست، با این پولای زمینی نمیتونین منو بخرید آقای رحیمیان. اومدم راجع به دخترتون صحبت کنم. دخترم؟ شیرین؟ حاج آقا باز تو دانشگاه چه غلط زیادی کرده؟ ببخشید منو، بایستی از همون اول میدونستم که شما از برادران بزرگوار حراست دانشگاه هستید. حاج آقا جوونن دیگه، 2 کلمه تو ماهواره میشنون، ادعای روشنفکری هم میکنن، فکر میکنن چه خبره ها؟ چه خبره؟ به جون شما حاج آقا، من البته تو خونه ماهواره ندارم. بله میدونم. دوستای لا اله الا الله، آدمای مختلفی هستن دیگه، چه عرض کنم خدمتتون. آقای رحیمیان، اومدم راجع به شیدا دخترت و دامادت بابک با صحبت کنم و اون طفل معصوم که این وسط گیر کرده. آقایی که اومده بود تو کی بود؟ یه حاجی بود. چی کار داشت؟ نمیدونم. بابا به منم گفت برو بیرون. بند خدا نابینا بود. بود کار شخصی داشت که به من گفت برو بیرون. بلند شو حاضر شو، باید بریم کلانتری. امروز میخوام بابکو دست بسته بندازم زندون. میخوام حق تو از این پسره بگیرم. نمیدونم واقعا دارم کار درستی میکنم یا نه. تازه داری فکر میکنی که کار درستی میکنی یا نه؟ کار تو از این حرفا گذشته. بلند شو بپوش بریم. سارینا خانم چی کشیده؟ فیل. باریکلا، سال دیگه هم میری مدرسه. خوشحالی؟ بله. آفرین. خیلی خوش آمدی آقا مهدی. قربونت برم. دخترم بقیه نقاشی تو میری تو اتاق بکشی؟ باشه. آفرین بابایی. بود. ممنون. بفرمایید. بابک، یه چیزی رو چند روزه میخواستم بهت بگم.
این سهیلا واسه چی داره موش میدونه تو زندگیتون؟ مگه نمیدونی؟ نه. تو دانشگاه دوستی داشتم، قد بلندی داشت، خیلی با هم صمیمی بود، اسمش رضا بود. یادته؟ خب متاسفانه سهیلا پیش خودش فکر میکنه که من باعث شدم تا رضا ولش کنه، مخصوصا بعد از اینکه رفت خارج. از اون بعد ما شدیم آدم بعد قصه. مگه تو کاری کردی؟ نه با من با اونا چیکار داشتم؟ من داشتم زندگی خودم میکردم. ولی متاسفانه مشکل ما این بود که رضا دوست صمیمی من بود. اون فکر میکرد من زیر پاشش هستم. بعدش هم از این برابر شنیدم که گفته بابک باعث شد تا رضا منو ول کنه. صحیح. بعد رضا چی شد این وسط؟ هیچی. اونا ول کرد رفت خارج. همونجا یه زن ایرانی مقیم اونجا رو گرفت، ازدواج کرد. متاسفانه از اون موقع به بعد اگه تو آب خوش از گلوت پایین رفت، منم خوردم. اینا رو به شیدا هم گفتی؟ 100 بار، 1000 بار. ولی مشکل اصلی خود شیداست. متاسفانه دهنبینه. سهیلا نه هر کی دیگه. شیدا باید عاقل باشه که نیست. درست میگی. سرچت بخور. ممنون. نامه پزشک قانونی خانم رحیمیان. بابک جان کاتالوگای کارخونه چی شد؟ ببین من از هفته دیگه لوازم فیلم برداری تحویل میگیرم. بابا کفشار بفرمایید، خودم هستم. شما باید همراه ما بیایم کلانتری. ببخشید برای چی؟ ازتون شکایت کردم. بفرمایید خواهش می‌کنم. چشم یه لحظه فقط اجازه بده. مهدی جان یه زحمت داشتم واسط. بگو. اگه زحمتی نیست لطفا سارینا رو با خودتون ببرین خونه. نذارین از این جریان چیزی بفهمه. من میرم سعی می‌کنم زود تمامش کنم بیام. میخوای باهات بیام؟ نه ان شاءالله که چیز خاصی نیست، زود میام. ان شاءالله. بفرمایید. برو نذار سارینا بفهمه. باشه. جناب سرمان آقای افشار. ممنونم. شما بفرمایید. ایوبی این پرونده بده جناب سرمان امضا کنم. چشم. بفرمایید آقای افشار. خب آقای افشار، این خانم از شما شکایت کرده. ولی ایشون همسرم هستن. حتما مدعی هستن که دست ایشون هم من شکوندم دیگه. اینجوری گفتن. اینجوری گفتن؟ جناب سروان نامه پزشک قانونی که تو پرونده هست دیگه چی میخواید؟ شما از اتاق برید بیرون. واسه چی؟ من همینجا میمونم. هیچ کس هم نمیتونه به من بگه برو بیرون. ایوبی بله قربان. خانم برید بیرون. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. خب ببینم آقای افشار، شما دست این خانم شکوندی؟ جناب سوار من خدمتتون عرض میکنم من دست ایشون نشکوندم. ایشون تو منزل بر اثر یه حادثه خوردن زمین، دستشون آسیب دید، همین. راست میگن خانم؟ بله نه بالاخره چی شد؟ بله یا نه؟
فردا صبح باید برید دادگاه. اونجا همه چی معلوم میشه. جناب سروان، پرونده. ممنونم. ایوبی، این آقا رو برید بازداشتگاه، خانم‌ها برن منزل. چشم، بفهمید. خیلی ممنون. بفرمایید. آقای افشار، اگه کسی رو دارید ضامنتون بشه ببرید باتون دادگاه. چشم سروان. بفرمایید. بفهمید. با اجازتون. به سلامت. نه پیش من نیستن. باور کنی نیستن. میخواین در باز کنم بیاین بالا؟ بیاین بالا دیگه، اینجوری که خوب نیستم در. شیدا خانم، شیدا. کی بود مادر؟ شیدا خانم بود، دنبال بچهش میگشت. چرا بهش نگفتی کجاست؟ نه بذار یه ذره دنبال بچهش بگرده مامان. وا، یعنی چه مادر؟ یعنی کسی که قدر زندگیشو نمیدونه باید بهش بفهمونی. من که اصلا سر در نمیارم از کارا شما جوونا. ما خودمونم سر در نمیاریم، چه برسه به شماها. به به، چه مهمون خوبی. سارینا خانم چطوره؟ ممنون خاله، خوبم. دیگه به ما سر نمیزنی؟ چه خبر؟ هیچ خبر خاله. بله. بابام کجاست؟ بابا ساعت چنده؟ بابا تا 1-2 ساعت دیگه برمیگرده. میخوای بریم تو اتاق من بازی کنیم؟ باشه بریم. خب تو برو، من الان میام. باشه برو گلم. میگم مهدی با آقا جون صحبت کردی؟ گفت میرم دنبالش. آره دیگه، باید سند بذارن که بتونه بیاد. طفلی آقا بابک، آدم دلش میسوزه. من میرم تو اتاق با سارینا بازی کنم. باش. چیه؟ چته؟ چرا قد داری بالا پر میزنی؟ دلم شور سارینا رو میزنه. فردا که حق اون بابک رو گذاشتم کف دستش، بچه تو میارم پیشت. تو مطمئنی؟ آره عزیزم، مطمئنم. شربت تو بخور. میخوام ازت یه سوال بپرسم. بپرس. امیدوارم راستش رو بهم بگی. تو که به خاطر قضیه رضا این کارا رو نمی کنی ها؟ رضا؟ من خیلی وقت به رضا فکر نمی کنم.
دیوونه، کی این حرفا رو به تو زده؟ رضا واسه من مرده. میدونی چند وقت دیگه بهش فکر نمی کنم؟ من هر کاری میکنم به خاطر تو و اون دخترته، نه بیشتر نه کمتر. همین. آقای بابک افشار، بفرمایید جایگاه. چشم. با اجازه آقا. خانم شیدا رحیمیان بابت پرداخت مهریه، طلاق و شکستن دست از شما شکایت کردن. چه حرفی دارید؟ چه حرفی داره بزن آقای قاضی؟ چیزی نداره که بگه. خانم شما چه کاره این خانومید؟ من دوستشم، تنها دوستش که از ظلم و ستم این مرد بهش پناه آورده. آقای قاضی درست میگن ایشون. سرکار خانم نفیسی همیشه به دختر بنده لطف داشتن که البته این لطف باعث دردسر خانواده ما شد. مرتی که عوضی زدی دست بچه مردم شکوندی، تازه میگی خانم که شما با شما خانم. آقای قاضی من خودم از این آقا شکایت دارم. گفتم یا بفرمایید بیرون یا ساکت بشینید. باشه من ساکت میشینم. آقای افشار شما بفرمایید. به نام خداوند بخشنده مهربان. من جرمم سادگی، خلافم روستایی بودم. من مجرمم به خاطر این که پامو از گلیمم بیشتر دراز کردم. جسارت کردم، از روستا اومدم شهر، رفتم دانشگاه، درس خوندم، زحمت کشیدم تا به یه جایی برسم و این کارو کردم. خلافم اینه که با این خانم ازدواج کردم. چرا؟ چون دوستش داشتم. خلافم اینه که به خاطر این خانم و خانواده‌اش به پدر مادر پیرم تو روستا پشت کردم و شهرنشین شدم. آقای قاضی من هیچ وقت روی این خانم دست بالا نکردم، به خاطر اینکه همیشه دوستش داشتم. دست ایشونو من نشکوندم. خودش بهتر از هر کسی میدونه که بر اثر یه حادثه دستش اینجوری شده. آقای رحیمیان دیگه شما احتیاج نیست من له کنید. من به اندازه کافی له شدم. الانم حاضرم تمام زندگیمو بدم، ولی از اون مقام محترم میخوام دخترم سارینا رو به من برگردون. چون تا زمانی که این خانوم با امثالی مثل خانم نفیسی رفت آمد داشته باشن و ایشون الگوشون باشه، صلاحیت نگهداری دختر منو ندارن. چیه؟ چمه؟ بد کاری کردم این همه مدت از همسرت مواظبت کردم، بدبخت. دماری ازت در بیارم که اون سرش ناپیدا. خانم شما بفرمایید از دادگاه بیرون. بفرمایید. بفرمایید. شما آقای بابک افشار تا تاریخ بعدی دادگاه که 3 ماه دیگه اعلام میشه به قید سند آزاد میشید و کفالت دخترتون به عهده شماست. متشکرم آقای قاضی. آقای قاضی سند هست. مهدی جان سند بده خدمت آقای قاضی.
ببخشید جناب قاضی، پس تکلیف من چی میشه؟ من کی میتونم دخترمو ببینم؟ مینویسم روزای پنجشنبه و جمعه بچه میتونه پیش مادرش باشه. جلسه بعدی برای 3 ماه بعد تشکیل میشه. ختم جلسه را اعلام میکنم. خاله فیلا چرا خاکستریم؟ فیلا چرا خاکستریم؟ خب همه موجودات خدا یه رنگن. فیلا هم خاکستریم. راستی خاله بابام کجاست؟ بابات رفته همینجا الان برمیگرده پیش ما. رفته دادگاه؟ نه، کی گفته؟ خودم دیشب شنیدم. ای شیطون. ای وای قزان. تو هم دلت واسه بابام تنگ شده؟ میخوای ببرمت پیشش؟ پس پاشو تو بریم. کی؟ سارینا؟ کی؟ چی شده؟ سارینا از خونه رفته بیرون، گم شده. سارینا؟ یعنی چی؟ کلید ماشین پیش شماست؟ آره بابک میدونم بابامو پیدا میکنی، گریه نکن. الان میریم پیش اون آقا فیله، از سرسره به خاکستریه. میریم پیش اون، حتما میدونم که بابام اونجاست. با ما بازی کنی؟ نمیخوام، من منتظر بابام. حالا تا بابات بیاد وقت هست. نه ممنون. خیلی خوب، ولی اگه دوست داشتی با ما بیا بازی کن. چرا تنها نشستی؟ بریم با هم بازی کنیم. نمیخوام، من منتظر بابام. تو میدونی فیله چرا خاکستریم؟ نه نمیدونم. تو هم مامانت تنهات میذاره؟ نه، من مامانم خیلی دوستم داره. بابای من خیلی دوستم داره، تازه هیچ وقتم تنها نمیذارم. الانم دیگه میادش. سارینا
سارینا سارینا سارینا سارینا سارینا بابا قول میده دیگه تنها نذاری؟ آره دخترم بهت قول مردونه میدم. بابا آخر نگفتی فیلا چرا خاکستریانو؟ ببین دخترم اگه رنگ سفید و مشکی رو با هم قاطی کنیم میشه خاکستری. فیلا با اینکه خاکستری هم ولی همیشه یه رنگن. هیچ وقت با هم قهر نمیکنن که دوباره با هم آشتی کنن. فیلا با این کارشون به کل دنیا ثابت کردن اگه خاکستری هم ولی همیشه یه رنگن. شیرین بودو بیا دیگه، چقدر لفتش میدی، حوصله ندارم. سلام علیکم. سلام. خب بچه‌ها قرصا رو بزنید بریم تو فضا. شیدا همونقدر که شما تو فضا میریم بس. ای بابا تو هم دیگه شورشو در آوردی. شیرین من باید بخورم. شیرین بخورم. نمیخوری؟ پشیمون میشه. خوردی؟ آقا کی بهشون زده؟ اینو داشته باش. آقا اجازه میدید حسابشونو برسم؟ کجا؟ خانم دختره من کجا؟ شما؟ گفتم بچه های من کجان؟ اینجا بیمارستانه. بیمارستانه که بیمارستانه. بچه های من کجا؟ خیلی خوب بفهم اسمشون بگو. شیرین و شیدا رحیمیان. بجام اتاق عملم. اتاق عمل کدوم بره؟ خیلی بهشون گفتم نرید، خیلی، ولی بازم مثل همیشه بی توجهی کردن. حالم نگران نباشی، حالا که اتفاقی نمیافته. ای دکتر بچه هم چی شدن؟ متاسفانه 2 نفرشون فوت کردن و 1 نفرشون هم وضع خوبی نداره و دیگه نمیتونه راه بره. ما هر کاری از دستمون برمی اومد انجام دادیم. متاسفم. معمول دوباره زحمت دارم واسه آقا. تو این پاکت تمام اسناد و مدارکی که پدر خانومم در اختیار ما گذاشته بود.
لطفا اینو بهش برگرد. اینم آدرس و شماره تلفنش. خدمت شما. باشه چشم. کجا میخوای بری آقا بابک؟ راستش یه مدت برمیگردم میرم روستامون پیش پدر مادرم. چند وقت ندیدمشون. هم میرم اونا رو ببینم، هم که میرم یه مدت خلوت کنم، فکر کنم، تنها باشم. بسیار کار خوبی میکنی. باریکلا. داری یواش یواش سر عقل میای ها. اتفاقا فرصت خوبیه. میشینی فکر میکنی هم به گذشتت هم به آیندت. راستی سارینا کجاست؟ سارینا تو ماشین خوابیده. هوا گرم بود دیگه نیوردمش بیرون. ای بابا خب می آوردی بچه رو ببینمش خب. ان شاءالله یه فرصت دیگه. زنده باشی. زحمت کشیدین. با آقا مهدی هم خیلی سلام برسونید. حتما چشم. مواظب خودت و سارینا باشی ها. چشم. باش زتون. خدا نگهدار. خیر پیش. خداحافظ. داری چی کار میکنی؟ دارم جونم آزاد میکنم. یعنی چی؟ یعنی دارم از این جهنم خودم رو خلاص میکنم. من دیگه طاقت ندارم. یعنی بسمه. جوونیم و زندگیم و همه چیزم رو ریختم پات. حالا اگه فکر کردی میمونم از این دختر فلجت هم نگهداری میکنم براش کلفتی میکنم کور خوندی. صبر کنین. اگه قراره کسی از این خونه بره اون منم نه شما. شما هر لطفی که میتونستین در حق من و خانوادم انجام دادین. فقط شاید نتونستین معنی مهر مادری رو به ما بفهمونین. من از طرف خودم و روح خواهرم از شما ممنونم. بابا از شما هیچی نمیخوام. یعنی از زندگی دیگه چیزی نمیخوام. ولی فقط تازه دارم معنای مادر بودن رو میفهمم. بابا من سارینامو میخوام. من زندگیمو میخوام. پاهامو ازت نمیخوام چون میدونم نمیتونی بهم برش گردونی. ولی چیزایی رو که ازم گرفتی بهم برگردون. دخترم، شوهرم. بابا قرار با خاک مامان بهم برگردون. من اونا رو میخوام. سارینا بابا سارینا اسم این عسلیه، اسم اونم مخملی. تو چه خوشگله؟ کدومشو بیشتر دوست داری؟ عسلیه. عسلی رو. بابا جونم برم به اون خروسا غذا بدم. اول برو از پدر بزرگ اجازه بگی ببین غذاشون کجاست، فردا بیار بهشون بده. باش. بابا منم بیام تو؟ نه پسرم، اگه امکان داشته باشه شما همینجا بمونید. من و خواهر تنها بریم بهتره. هر چی شما بگید. از من دم در منتظر. قربون تو پسر. ممنون. آقا من ایستادم اینجا، خیالت راحت باشه. بدات چند. خیلی خوش آمدید آقای رحیمیان. بفرمایید تو، بالاخره ما هم نسکافه قهوه چیزی هست که از شما پذیرایی کنیم. قربان شما حاجی.
این اسناد رو تو این پاکت آقا بابک داد که بدم خدمت شما. بفرمایید. حاجی من که برای گرفتن اسناد نیومدم خدمتتون. من اومدم زندگی دخترم رو بهش برگردونی. منم مثل خیلی های دیگه تو زندگیم خیلی اشتباه کردم. حالا میخوام جبران کنم. ازت خواهش میکنم این دوتا جوون رو یه جوری به هم برسون. انشالله انشالله. همین که قدم برداشتین ها خداوند متعال کمک میکنه. خب حالا شماره آقا بابک بگیر. خواهش میکنم. بابا عروسکم بزنم اینجا بخوابه؟ آره قربونت برم. بذارش قشنگ تو سایه یه چرت خوب بخوابه. الو. سلام. سلام حاج آقا. خوبی پسرم؟ حالا شما چطوره؟ خوب هستی؟ سارینا چطوره؟ گوشی خدمت باشه، یه نفر اینجاست میخواد باهات حرف بزنه. گوشی بیا دختر. الو بابک. الو سلام. خوبی؟ چه خوبی؟ سارینا چطوره؟ کجاست میتونم باش حرف بزنم؟ آره اینجاست. گوشی باش صحبت کن. سارینا بابا. بیا تلفن با کار مامانت. آخ جون مامان دیدی بهت گفتم زنگ میزنه. سلام مامان. اله قربونت برم. سارینا. راستی بابک جان، اون دختر همسایتون رو بگو فردا بیاد کارخونه مشغول به کار شه. ها بابا. دیگه راه رفتنی نیست، دیگه حرف گفتنی نیست، دیگه یک دنیا بهونه واسه هم گرفتنی نیست. دیگه راه با تو بودن راه چون همیشگی نیست، واسه این دل شکسته ای دریغا مرهمی نیست. دیگه گفتن یا نگفتن واسه من فرقی نداره، واسه یه دیدن چشمات دیگه شاد موندنی نیست. دیگه تو دستای گرمت گرمی محبتی نیست، دیگه حرفای قشنگت به دلم نشستنی نیست، به دلم نشستنی نیست. دیگه راه رفتنی نیست، دیگه حرف گفتنی نیست، دیگه یک دنیا بهونه واسه هم گرفتنی نیست. یادته تو فصل سرما واسم از بهار میگفتی که میرن روزای برفی، فصل قبل که موندنی نیست،
روز و شبها از پی هم بی حضورت پشت هم رفت، منتظر به رفتن غم، ولی غم که رفتنی نیست، ولی غم که رفتنی نیست. شده عادت سهم این دل بنمودن که روانیست، واسه تسکین نفس هم دیگه درمون و دوانیست. راه بی راه جدایی شد سرانجام من و تو، اصل غم تمومه اما سرنوشتمون یکیست، سرنوشتمون یکیست، سرنوشتمون یکیست، سرنوشتمون